استقلال خواهی تنها راه رهایی از اشغال و دستیابی به حداکثر حقوق ملی و دولت ملی است. فعالیت سیاسی یکی از مهمترین فعالیت‌های اجتماعی و از اختراعات عاقلانه بشری است که در جهت تأمین منافع عامه قرار دارد. در رأس هرم انواع فعالیت‌های سیاسی استقلال خواهی قرار دارد. استقلال و استقلال خواهی در اوج تمامی فعالیت‌های سیاسی واقع شده است. طبیعتاً در مقابل استقلالیت، اشغالگری، محافظه‌کاری دیکتاتوری، مخالفت با اعمال حقوق ملی و دشمنی با اراده ملی و اراده جمعی قرار دارد. این هم بخش دیگری از انواع فعالیت‌های سیاسی است. مخالفان استقلال و دیکتاتوری‌های سرکوبگر مدافع وضع موجود و مخالفان اعمال اراده ملی منفورترین سیاستمداران و سیاست پیشگان هستند که در این جبهه از سیاست قرار دارند. چرا که می‌دانیم در یک قرن اخیر بیش از 150 کشور در جهت تأمین منافع عامه و با عالی‌ترین تلاش‌ها و فداکاری‌های سیاسی قهرمانان ملت‌ها به استقلال دست یافته‌اند. یعنی تمامی استقلال طلبان آن کشورهای مستقل نه تنها منفور عامه و تاریخ نیستند، بلکه مورد حمایت چند نسل بعدی قرار گرفته و به قهرمانان ملی ارتقا یافتند. اما کسانی که در مقابل استقلال و استقلال طلبان ایستاده، در جبهه اشغالگران و سرکوبگران حقوق و اراده ملی قرار گرفته و با عالی ترین رفتار سیاسی بشری دشمنی کرده، دست به کشتار و شکنجه استقلال طلبان میزده اند، به عنوان خائن ملی تلقی شده و منفور ملت‌ها شدند. استقلال و استقلال خواهی تنها راه رهایی هر ملتی از اشغال و دستیابی آن ملت به حداکثر حقوق ملی در سایه تأسیس دولت مستقل ملی است. در نتیجه نباید از استقلال خواهی پرهیز کرده تلاش مخالفان حقوق و اراده ملی در جهت جرم‌انگاری استقلال خواهی را به رسمیت سیاسی و حقوقی پذیرفت، بلکه باید از حمایت فکری و عملی از دیکتاتوری دولت‌های اشغالگر و ناقضان اعمال اراده ملی دوری جست و به صف استقلال طلبان پیوست. به عقیده من باید در سیستم‌های دموکراتیک و فعالیت‌های سیاسی باید در تعاریف سیاست و رفتارهای سیاسی واژه اراده ملت و خواست ملی در اوج هر نوع فعالیت‌های سیاسی واقع شده پذیرفته بشود. استقلال خواهی عین نمایندگی اراده و خواست یک ملت تحت اشغال و عصیانگر بر علیه دیکتاتوری موجود است. چنان اراده و خواست ملی که ملل تحت اشغال برای دستیابی به استقلال گرانبهاترین کالای ممکن در جهان را تقدیم استقلال می کنند. این کالای تکرار نشدنی جان، سلامتی و عمر انسان هاست که میلیون ها تن برای استقلال هزینه می کنند. آیا می توان با خواست و اراده ملی برای استقلال و رهایی از اشغال و دیکتاتوری بر اساس هر بهانه‌ای مخالفت کرده دشمنی ورزید؟ استقلال خواهی چنان فعالیت سیاسی است که اراده ملی با مرگ و در مرگ برای استقلال تجلی می‌یابد. آیا مخالفان استقلال دشمنان اراده ملی و سرکوبگران سیاسی و نظامی اراده ملی و خواست ملی نیستند و نباید منفور تاریخ قرار بگیرند؟